چند تا داریم؟ 5 تا. این 5 چی؟ 2 تا. سلام. با همین؟ نه. فکر میکنم من یه مقدار زودتر رسیدم. عذرخواهی میکنم. نه آقا من زودتر رسیدم. بفرمایید خانم. فرضش 2 دقیقه معطلیه. من تو حال خودم نیستم. اصلا حالم خوب. منم تو حال خودم نیستم. منم اصلا حالم خوب نیست. یعنی چی خانم؟ دارید مسخره میکنید منو؟ مسخره چی آقا؟ درست صحبت کن. با هم میرسید. بحث نکنید. آقا بلیط شما ویتینگ لیست، باید تشریف ببرید دفتر فروش برای تایید، مثل بلیط این خانم چرا بهانه میارین؟ بلیط دیگه چه فرقی میکنه؟ عرض کردم بلیطتون رو تایید کنید، در خدمتتون هستم. یکم عجله کنید چون می‌خوایم کانتر رو ببندیم. پنجره یا راهرو؟ فرقی نداره، فقط من برسم زودتر. باری چیزی اگه داریم بذاریم بالا. نه فقط همین چمد دستیه. بفرمایید. مرسی. درسته؟ پنجره یا راهرو؟ فرقی نمیکنه. فقط زودتر برسن دیگه بقیه‌اش مهم نیست. بارتون رو بذارید بالا. بار ندارم. فقط همین کیف مسافرتی همراه من. بفرمایید. متشکرم. ببخشید. شما مثل که دنبال دردسر میگردید امروز نه؟ گفتم ببخشید دیگه. بفرمایید. سلام و روز بخیر خانم ها آقایان. خلبان پرواز با شما صحبت می‌کنم. من کاپیتان رحمتی و همکارانم این افتخار رو داریم که امروز شما مسافران محترم رو تا مقصد همراهی کنیم. پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد و قرار گرفتن در مسیر پروازی تعیین شده از طریق آسمان اصفهان و شیراز انشاءالله حدود 1 تا 30 دقیقه دیگه به زمین خواهیم نشست. ارتفاع ما 29000 از سطح دریای آزاد خواهد بود و سرعت هواپیما حدود 550 مایل در ساعت معادل 720 کیلومتر خواهد بود. بفرمایید. سلام. من نصیری هستم. حال شما چطوره؟ بنده بیتخوری هستم. چی؟ بیتخوری. بیتخوری؟ چه اتفاقی افتاده آقای بیتخوری؟ چی شده؟ الان عرض میکنم خدمتتون. خب ما میتونیم بریم الان؟ یه لحظه اگه تحمل کنید. من ونداد طاهری هستم. به آقای ونداد. سلام آقای ونداد. ونداد طاهری. خیلی خوش اومد. متشکرم. خیارت اصلا دوست نداشتم که تو این همچین شرایطی ببینمتون. بفرمایید. سیامک چمدون خانم ورده. ببخشید ما ببخشید. بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. توی بازار فروش دیدنت با ناشناسی نفسم در نمیاد. قلب ما ضعیف دختر داره کن
میزنه اون غریبه کیه باته چی میگه به چی میخواد اینه که نیبونه اصلا مرچی دارم مال تو نفسم تایی تو دختر همه دردم مال ما میخرم سال دیگه واسط علنگ روی تلا. ببخشید شما قبلا که همدیگه رو ندیدید نه؟ نه. چرا میپرسی؟ همینطوری بود. شما به شرکت من زنگ زده بودی؟ نه سیامک به شما زنگ زد. من بودم عزیز. سلام برات آشنا نیست؟ من با دانشگاه پارمیدا خانم تماس گرفتم. ببخشید خانم من بدجور که نگفتم ها. خب شما پسر بزرگی آقای طاهری هستید درسته؟ ببینید من به نیروی انتظامی تهران گفتم تا مدارکی هم که داشتم نشون دادم الانم دارم به شما میگم. فکر میکنم کلا یه سوء تفاهم پیش اومده. ببین ما اصلا در جریان جزئیات ماجرا و این حرفا نیستیم خدا شاده. الان هم اگه در خدمت شما هستیم فقط به خاطر این سانحه دریایی که اتفاق افتاده همین. مادر من چی شده آقای بیتخوری؟ متاسفانه دچار سانحه دریایی شده. پدر من چی؟ به قول شما؟ پدر شما هم همینطور. ایشون هم متاسفانه دچار سانحه دریایی شده. کی این اتفاق افتاده؟ همین دیروز. مادر من کی؟ ایشون هم دقیقاً همون موقع. اصلا جواباتون یکیه چون تو یه قایق بودن. چند نفر تو قایق بودن؟ چند نفر دچار سانحه دریایی شدن به قول شما؟ همین 2 نفر. پدر شما، مادر ایشون. توی یه قایق چی کار میکردن؟ زن و شوهر با هم چی کار میکنن؟ زن و شوهر؟ اینو؟ زن و شوهر؟ بله زن و شوهر. ببینید مادر من 5 سال پیش فوت شده، پدرم هم 9 سال پیش. دچار سانحه زمینی شد. خدا بیامرزشون، خدا رحمتشون. وای نه از چی خبر ندارم. چه میدونم والا. الان برنامه اینه که شما تشریف برین تو هتل یکم استراحت بکنین. بعدم اگه خواستین یه قایق میگیریم میریم محل دقیق سانحه دریایی رو با هم بازدید میکنیم. بفرمایید. ما خودمون اینجا یه آپارتمان داریم بلوار میرموحنا. اگه میشه منو ببرید اونجا. بله میدونم خونتونم بلدم. اینا کلیدش هم اینجاست. منتها من نمیدونم این کلید تقدیم به کدوم یکی از شما باید بکنیم. نه دیگه چون 3 اون آپارتمان به نام پدر آقاست. ولی ما اینجا هیچ آپارتمانی نداریم. نفرمایید آقای مهندس نفرمایید. اینجا خیلی چیزا متعلق به شماست. بفرمایید. ببین آقای بیتخوری ببین من فکر میکنم اصلا دلیل نداره بریم محل سانحه رو ببینیم. بریم چیکار کنیم؟ دیدن نداره. یه مستقیم بریم جنازه رو ببینیم. تو من به شما بگم این بابایی که تصادف کرده دچار سانحه دریایی شده. دچار سانحه دریایی شده به قول شما پدر من هست یا نیست؟ ببین من کلی کار و زندگی دارم. شرکت همینجوری کردم بعد برگردم با پرواز بعدی. ببخشید منم اصلا تمایل ندارم محل چیزو سانحه دریایی همونو ببینم. میخوام جسد مادرم رو بردارم ببرم تهران با اولین پرواز. بابا این از هیچی خبر ندارم. عجله نکنیم ما فعلا در خدمت شما هستیم. شما الان تشریف ببرید تو اتاقاتون استراحت بکنید. براتون اتاق هم گرفتیم چون در حال حاضر نه مادر شما و نه پدر شما اصلا وجود ندارن که شما بخواید ببینین یا شما بخواید بردارین ببرین چون هنوز پیدا نشده. یعنی چی؟ یعنی پیدا نشدن دیگه عزیز. هنوز تو دریان. البته حدس کارشناسای اینک دچار سانحه دریایی شدن ها. مسخره کردی منو. هی سانحه دریایی در آوردی واسه من. براق نشو. شما با من آقا اصلا واسه چی ما رو کشوندی اینجا؟ من میگم پدر من نیست. متوجهی؟ برای چی داری میچسبونینش به من؟ اصلا کیه یا چی کاره است؟ مادر من باشه. آقا من دارم به شما میگم اجازه بدین شما تشریف بیارین. یه لحظه تشریف بیارین من باهاتون کارم. خواهش می‌کنم تشریف بیارین شما. تشریف بیارین. بفرمایید بشینین. یه ذره آروم باشین. من عرض می‌کنم خدمتتون. ببینم شما از دیروز با مادرتون در تماس بودید؟ موبایلش که خاموشه. خونه و مغازه‌ام جواب نمیده. نه در تماس نبودم. خب شما چی با پدرجان در تماس بودید؟ آقا دارم میگم پدر من 9 ساله که فوت شده. چیکار می‌کردم؟ اس ام اس می‌دادم به دیار باقی. ببینید این کپی کارت شناسایی پدرتونه که باش قایق اجاره شده. یه لحظه عکسشو نگاه کنیم. ببخشید من پشتم به شماست. اصل این کارتم الان تو همون شرکت که قایق ازش اجاره کردن. حالا این عکس شبیه پدرتون هست یا نه؟ لحاظ ظاهری که خیلی شبیه ولی همینه. من دقیقاً شناسنامه پدر منه که 9 سال پیش باطل شده. والا من نمیدونم ولی میشه ازتون خواهش کنم اینقدر نگید پدر من نیست. این آدم کم شخصیتی نبود تو این جزیره. شما باید افتخار کنین که پسر همچین آدمی هستین. دست در نکنه. ببینید مادر شما رو ما
میشناسیم، مغازش هم بلدیم. ببخشید من پشتم به شماست. این دو تا با هم دیگه بودن، میگفت یه دو تا چای بیار. گفتم. از طرف شرکت هم به ما اعلام کردن که یه خانومی یه آقای مسن اومدن یه قایق اجاره کردن. حتی به ما گفتن که اون خانم گواهینامه قایق هم داشته. درسته؟ مادرشون هم گواهینامه داشته. بله 10 سال اینجا زندگی میکنه. خانم چطور این اتفاق افتاده؟ شاید زنده باشن حالا. هیچی معلوم نیست. الان 12 ساعت بیشتره که ما ازشون خبری نداریم. حالا ما چیکار باید بکنیم؟ تکلیف ما چیه؟ شما تشریف ببرین اتاقاتون رو تحویل بگیرین. ما در خدمت شما هستیم. لطف کنید فرما رو پر کنید. بفرمایید. مرسی. شما هم زحمت بکشین قسمت رو مثل این خانم بر من پر کنین. امیدوارم هم منظره اتاقتون خوشتون بیاد. خیلی ممنون. لطفاً بیه اتاق منم خوب باشه. خیالتون راحت. منظره همه اتاقامون خوبه. شما بری من کارت اتاقتون میارم. خدمت شما اتاق 516 و 519 وسایلم داخل اتاق. 619 515. ببخشید. خدا نمی‌داشته باشید. ببخشید فکر میکنم که کیفا عوض شده. اتاقا عوض شده. خیلی ممنون. نگردم اینجا نبودا. چرا؟ خودم اینجا علامت گذاشتم. اینجاست. بعضیا میگن که ممکنه همین اینجا غرق شده باشن چون انتهای محدوده قایقای تفریحی دقیقاً همینجاست. خدا بیامرزتش. خدا بیامرزتش. آخه چه اتفاقی ممکنه براشون افتاده باشه؟ اینجا که خیلی نزدیک ساحله. بله ولی غیبشون زده دیگه چون راننده وارد باشون نبوده. اصلا رانندگی تو دریا خیلی فرق داره با جای دیگه. درسته؟ آ بابا اینجا خلیج فارسه. راننده کی بوده؟ حال مادر ایشون گواهینامه رانندگی با قایق داشتن. واسه همینم بیمه خسارت رو قبول نمیکنه چون راننده مورد تایید سازمان بنادر کشتیرانی باشون نبوده. اگه راننده برده بودن حل بود. بیمه تمام خسارت رو میداد. عجب. حالا اگه من بی خودی اومده باشم اینجا چی؟ یعنی این آقایی که غرق شده پدر من نباشه. همه شرکت اینا رو ول کردم اومدم اینجا. خسارت منو کی میخواد بده؟ من خودم شخصا تقدیمتون میکنم. بنده 8 سال در خدمت ابوی گرامی بودم. من دفعه اولی دارم شما رو میبینم. بله ولی ما دورادور زیاد شما رو زیارت کردیم. و پیدا کردنشون چیکار باید بکنیم؟ خب ببینین ما 2 تا راه داریم. یا باید بریم قواس بیاریم بره زیر آب و بگرده پیداشون کنه یا اینکه نه انقدر صبر کنیم که موج جنازه‌هاشون رو بندازه سایل. درسته امکان داره بیاره کیش ببره چارک هندرابی فارور ببره. قواس هم میتونید بگیرید. قواس هستش. چند متر عمق اینا؟ تقریبا 30 متر. خب من قواسی بلدم. خودم یه گشتی زیر آب میزنم. کار شما نیست. اینجا خطرناک خلیج فارسه. نه من قبلا قواسی کردم اینجا گواهی قواسی دارم. گواهینامه‌تون مثل مامانتون که نیست. خواهی دید. فکر کردی؟ شما خواهی دید.
منم غواصی بلدم. اصلا من گواهینامه بین‌المللی غواصی دارم. باریکلا. بچه‌ها دهنیا ماسکتون بگیرین با دست راست. شما اوکی؟ هوا خوب نه. اوکی؟ با شمارش من رول بک می‌کنید. 1 2 3 یه دست محکم یه بالا خیلی باید سفر داره. یه ذره آره بفرمایید یه بالا تشریف بیارید بالا. دایی کسی نفهمه اینجا ازدواج کرده بوده ها. چه میدونم یه آدم مهمی انگار یارو. بابا میگم کارت شناساییشو دیدم اینجا همه ما رو میشناسن. ولی این دفعه تو خود جنازه رو نبینم مطمئن نمیشم. اونم ناپدید شده دیگه، پسرش الان اومده. تو گوش کن ببین من چی میگم. اینا میگن بعد اینجا منتظر بمونین تا پیداشون بشه، ممکنه 2-3 روز طول بکشه. البته که جنازه‌ای الان در کار نیست. میگن تو دریاست، دچار سانحه دریایی شده. نمیدونم بابای ما چه هر وقت میمیره جنازه‌اش نیست میشه. 9 سال پیشم که دفعه اول مرد گفتن جنازه‌اش نیست. آره من کاری داشتم بهت زنگ میزنم، دست درد نکنه. ببین دایی اینجا هتل گرون قیمت گرفته برای ما. من پول خیلی همراهم نیست. یه تومن میتونی جور کنی به حساب من بریزی؟ بابا تازه اینجا زنم داشته. بله. چه میدونم بگو وندا 2-3 روز کارهای اداری داره درگیر دیر سر میاد. فقط ایمان حواست باشه کسی اونجا چیز نفهمه ها. اینا رو اگه بذاری اون ته یخچاله اون شب قشنگ خنک بده. یه جوری شیخ طاهر میگه آب که دستته بذار زمین. به روی چشم ما خدمت شیخ طاهر ارادت داریم. بازماندگان طاهری را ببر پیشش. روی چشم منتظر ها. هتل پارمیس. یا جلو. آقا هتل پارمیس هتل پارمیس. سوار صندوقو بزن. برو. بی برو از اونجا. نه اینجا خوبه دیگه. از اونجا بیا دیگه. این چرا اینجوریه؟ بفرمی. ایمان تویی؟ چه خبر؟ لابی کجا؟ تو واسه چی اومدی؟ مگه بهت نگفتن اون تهران دیوونه؟ خودشه باباست؟ آره انگار. بعد بیاد بیرون ببینیم دیگه. شما که گفتید مرده کشتنش. بابا اینم چیزی بود که اونا اومدن گفتن. اصلا خود ما چه میدونم والا. بابا ولم کن. چرا اومدی؟ یلدا جان تو چرا زحمت کشیدی؟ گفتم نریم، این منو به زور کشوند. عزیز من پارمیدا اینجا تنها سناش میذاشتین؟ به جون خودم پار میداشتین دم جیگرم آتیش گرفت. این بود دیگه. ای وای. ای تو به این زندگی. حالا این خانواده‌ای که باشون وصلت کرده وضعیت مالیشون چجوریه؟ دایی جان یه وقت بی برنامه کاری نکنی ها. خیالت راحت بشه. پول آوردی برای من؟ همشون نه، یه 400 تونستم به زور برات جور کنم بیارم. آره اونم از من گرفت. آره راست میگه از من. راستی 300ش هم دادیم برای هواپیما، یه 100 تومن مونده. اونم الان این 100 تومن. دست منم نمیخوام. سلام علیکم. حال شما؟ الان میام خدمتتون. به چطوری؟ سلام آقای سلام علیکم. معرفی میکنم آقای بیتخوری. تمام سختی‌های کارم افتاده رو دوش ایشون. انجام وظیفه است قربان. برادر من ایمان. به به حال شما چطور آقای دکتر؟ خوب هستین؟ دکتر
چرا ول کردین شما این رشته پزشکی و حیف اون رشته نیست اون خوبی. ببخشید شما این رو کجا میدونی؟ ای بابا ما رو دست کم گرفتن. آقا راستی تاج‌الدینی تماس گرفت. میشناسید که؟ تاج‌الدینی؟ بله. چقدر اسمش آشناست؟ گفتش که تو اولین فرصت خودشو میرسونه کیش. اگه اجازه بدید من یه لحظه عرض ادبی بکنم خدمت خانم نصیری، میام خدمتتون. شما فکر کنید این تاج‌الدینی یادتون میاد یا نه؟ سلام. بنداخت. پدر این خانه رو کجا میشناخته؟ بابا این همه سال تو کیش بوده. خانم اینجا یه مغازه داشته باشه اینجا آشنا شده. وکیل مرحوم طاهری گفتن که به محض اینکه جسد ایشون پیدا بشه خودشون میرسونن که شاید هم زودتر اومدن، معلوم نیست. خیلی هم خوبه، باید بیان. اصلا اومدن شما سریع به من معرفیش کن. بالاخره یه چیزایی باید مشخص بشه دیگه. مثلا چی؟ خیلی چیزا. مثلا الان خرج سفر ما با کیه؟ والله این چیزا رو دقیق نمیدونم، فقط خود تاج‌الدینی میدونه. الان شما کدوم هتل ساکن هستین؟ ما در واقع چون تازه رسیدیم الان جا ساکن نیستیم. اگه بشه همینجا جای خوبیه میشه ساکن شد اینجا. ببخشید این چند ستاره؟ اینجا 5 ستاره. چند آقا؟ آقای بیتخوری نیازی نیست، اصلا ما میتونیم یه جای ارزون‌تر هم باشیم. نه به هیچ وجه. تاج‌الدینی دستور داره شما اینجا باشین، با هیچ چیزم کار نداشته باشین. مثلا اتاق ارزون خوابم نمیبره، میدونه دیگه. حالا شما تشریف داشته باشین، من سوال میکنم شاید اتاق خالی برای شما و یلدا خانم داشتن، چون آقای ما هم تازه از راه رسیده. البته نگران نباشین، اگه جا نبود سرویس اضافه میگیریم. شما تشریف بیارین تو اتاق آقایون. یلدا خانم هم امشب ببخشید دیگه میان تو اتاق پارو میدن. نونه؟ بله اون سمت چپ. اگه پر روی هواپیما همش حواسش به یلدا بود، ندید تو جیام بزنم تو دهنش. ولی من اولین بارم میبینمش. تو حواست نبود؟ نه بابا این داداش مهندس فرسه بود، آدم حسابی، فکر نمی‌کنم. باشه آقا من اصلا به این کار ندارم. من باید اتاق جدا بگیرم، عضو دارم، نمیتونم با کسی. سرویس جدا میگیریم روی تخت، منظورم نبود با هم بخوام. آقا میگم من عضو دارم، من خوابم میبره دیگه، حواسم نیست، کنترل ندارم. جدی میگی؟ آقا میدونه دیگه به جون خودم. خب خیلی خوب. خب نمیشه منم امشب برم اتاق پارمیدا جان؟ به خاطر اون عضوت نه، ما آدمی ما. اصلا به خاطر همون عضوتون از اداره اماکنم نامه میخواد. اذیت نکن جون من آقا، چیز نوکرتم غریبیم اینجا. باشه حالا اگه جا داشتن چشم کاریش میکنم، فقط هزینه‌اش براتون مهم نیست؟ هزینه نه مهمه. باشه پس یک کارت ملی شناسنامه چیزی بدین. کارت بده. منم که نبردم تو هواپیما با دردسر سوار شدم. اصلا قربونه برو حله. مهندسه که مهندسه، من چه؟ چون مهندسه باید برم بغلش بخوابم. دایی پلیز. اوکی غلط کرد. تشریف بیارین. الان پارمیدا خانم و دایی هم بیان حرکت میکنیم. بفرمایید. سلام قربان، حالشون؟ ای بابا چی شد دایی جان؟ نمیدونم این وانه میشه. این داره با ما حال نمیکنه. دایی بله جانم. چیه دایی جان؟ این یلدا اعصاب منو خورد کرده، یه فکریش بکن. چی شده؟ بی اجازه تو اتاق پوشی منو براش تمام این باکس منو چک کرده. ای بابا چی توش بوده؟ منو بریم که با تو حرف میزنم. دایی جان تو با اجازه کی میری تو چیز پاری شما؟ چیز میخواره اومدیم چیز دیگه نبریم. ولش دایی کی برمیگردیم؟ حوصله‌ام سر رفته ول کن بیا. چه کیش اومدن؟ دیگه حق نداری بری تو. خیلی عجله نکنین، کیش پر از جای دیدنی. من سر فرصت دونه دونه‌شو تشریف نمیارین شما؟ بله. من نمیدونم ما برای چی باید بیاییم. مهندس جان قربونت برم، شما که خبر نداری، اگه نمی اومدی این شیخ طاهر میومد اون هتل رو سرمون خراب کرد. این میدونه دیگه، رو حرفش اصلا نمیشه حرف زد. حالا یه ساعت به اتفاق هم دیگه بریم و برمیگردیم دیگه. اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو ببینید، اینجا همون هتلیه که آقای طاهری داشت میساخت. کدوم؟ همون دیگه. اوناش قرار بود این 5 ستاره بشه. چند ستاره؟ 5. قرار بود اسمش هم بذاره هتل پارمیدا. اگه این ساخته میشد یکی از بهترین هتل‌های خاورمیانه میشد، ولی نشد دیگه، حیف شد. عجب خرپولی بوده. چی به تو میرسه؟ جنازه طاهری نباید از کیش بیرون بره، فهمیدید؟
ولد کبیرش کیه؟ چیش؟ یعنی که پسرش کیه؟ آها با تو نه فکر کنم میگه بزرگ ما. برو. بله با عزت من هستم. من نباید بفهمم طاهری مرده؟ خود ما هم تازه فهمیدیم. اسکت. بله چشم. من دوست واقعی طاهری هستم. من رفیق بودیم با هم، 2 تا رفیق واقعی، فهمیدی؟ مثل 2 تا روح در 2 تا بدن. بله دقیقاً. شیخ طاهر یعنی طاهری یعنی شیخ طاهر. تو نه تو. من؟ ها جانم. 9 متر و 15 برو عقب، یعنی که 11 قدم. برای چی آخه؟ برو برای اینکه تو حال هوایی برای اینجا بده. برو دور برو دیگه بحث نکن. آخه چرا؟ برو خیلی خوب. 1 2 3 قیافت بیار جلو. 4 بیا اینو بگیرش. بیا جلوتر بیا. 7 بیا. 8 ما مثل 2 تا برادر بودیم با این طاهری به خدا. مثل 2 تا چی؟ الله اکبر. آخه این چرا دوباره سر به نیست شد؟ شما به والله اونو نمیشناسید. ببینیمش احتمالا میشناسیمش. فریدون رو هم با خودش برده؟ بله متاسفم. خب اونه چرا با خودش برد؟ کیه دیگه؟ فریدون آدم نیست که. ای بابا. اینو پسر جونم. بگو بله. بله. حرف نزن، گوش کن. بله. جنازه که پیدا شد بیاریدش اینجا، من خودم دفنش میکنم. باید نمازش حتما بخوانم. اون بنده خدا آرزو داشت که وقتی مرد خودش با پای خودش بیاد اینجا تو همین قبر دفن بشه. فهمیدی؟ بله. من خودم به مدای خودم میگم که برن ساحل بگردن، بلکم شاید پیدا بشه. بریم. جناب شیخ ممکنه اصلا بلای سرشون نیومده باشه. چی داری میگی؟ که این همه حرف میزنه من چی میگی؟ من بیام نزدیکتر. نه تو همون فاصله رو رعایت کن. ای بابا مگه میخوای ضربه آزاد بزنی؟ 3 بار آمد سر به نیست بشه. این بار 3مش بود. بار اول سرباز بودیم ما. زمان مصدق ما طرفدار مصدق بودیم. کودتا که شد اعدام من در آمد. گوشت با منه؟ بله. 15 سال سر به نیست کردیم خودمانه. من جزایر اطراف بودم. سلام علیکم. اون فرستادم کجا؟ کویت. از طریق طایفه خودم براش شناسنامه گرفتم. سلام علیکم. سلام. فرستادمش از جزایر فور رفت. بار دوم 9 سال پیش بود آمد پیشم، از تهران اومده بود. میگفتش دنبال من، میخوان من بکشن، پناه میخواست. گفتم بیا همینجا بمون. براش وام مختصری گرفتم. اومد اینجا از این خونه ها ساخت، خوش حسابی کرد، داد دست مردم، خدا هم براش خواست. این آدم محترمی بود، همه دوستش داشتن بنده خدا را. اما این دفعه دیگه نفهمیدم چرا سر به نیست شد. این دفعه دیگه کار تمام. براش فاتحه بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. معلوم نیست چه هنوز زنده. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم بهت میگم مادر بزرگ بفهمه سکته مکته میکنه میمیره. نمیذاریم فامیل بفهمه، تو همینجا دفنش میکنی. فقط میدونم پروانه بفهمه بیچاره شدی. پارمیده جان ببین، من شیخ ظاهر قاطع نمیشناسم. شیخ ظاهر که نباید بر ما تصمیم بگیره. ما حال بابات بین من و تو میمونه دیگه. چون جنازه‌شم پیدا نشده میگیم تشابه اسمی بوده. تاج دینی هم میگیم درستش کنه. ببین من میگم میشه جسد که پیدا شد برش میداریم میبریم شهر خودمون، همونجا خاکش میکنیم. تاج دینی تازه یادم افتاد. چقدر گیجی ما بابا، آلزایمر گرفتیم بابا. مردان شیخ طاهر یه چیز سیاهی رو آب میبینن، میرن جلو میبینن یه قواس زنه که مرده. صورت ماهیا خورده بودن ولی 100% مادر شما بوده. تسلیت میگه. چی شد؟ من خدا چی شد بابا؟ میدونم دیگه خودش بود. خب حل دیگه خدا رو این شناسنامه‌شو فقط اینجا بذارش، اینجا یکم آب بیار. آب بیار آقا. فقط این شناسنامه رو اگه لطف کنی، شناسنامه مرحوم کار میداد جان میگن اون شناسنامه مامانو اگه میشه بده.
شناسنامه‌اش که دست خودته. آها شناسنامه دست خودم. خب بدین اونجا واسه میت لازم دارم. بیا یه لحظه. بیا آب بخور. ببین آقای بیخودی. بیتخوری هستم. من گفتم بیخودی. ببخشید. ببین به این پسر بزرگ آقای طاهری اسمش چیه؟ خب حالا خب آره میری به اون میگی که این حرف خیلی مهمه، حرف پارمیده خانم هم از حرف من نیست، فهمیدی؟ میری بهش میگی که ما فردا مرحومه رو میبریم تهران، پس فردا همونجا تشییعش میکنیم. هر کس از آشناها میخواد میتونه بیاد توی مراسم تشییع شرکت کنه. من یه متنی هم نوشتم اینو میخوام بدیم روزنامه‌های کثیر الانتشار. این خوب میشه نه؟ که هر کس باهاش آشنا، چون کم شخصیتی نبوده دیگه. زن طاهری بزرگ بوده آقا، درسته؟ بله. حالا شما میخواین تهران تشییع کنی؟ بله بله. نمیتونی یه ذره صبر نشه جنازه اون مرحوم پیدا شد؟ بابا من طاهری نمیشناسم. طاهری به من چه ربطی داره؟ شاید اونو کوسه خورده. این شخصیت اینه که برای من مهمه. فهمیدی؟ درسته آره. درسته؟ بله. نمیدونم. هر جوری خودتون صلاح میدونید، من نمیدونم. حل دیگه. بله بله حل. چرا بیتخوری الان اونا کجا هستن؟ الان تو اتاقاشونه. اتاق دایی شمارش چنده؟ اتاق 420. باش. سپاسگزارم به هر حال از زحمتتون. مخلصیم آقا، کاری داشتین زنگ زنه. خدا. قربان شما. پای جنازه برسه تهران دیگه نمیتونیم سرمون رو بلند کنیم. کار خودته. منصرفش. اسم اون داییه رو نمیاری که. از طریق دختره. کدومشون؟ اون که با دایی اومده. خیلی پس فطرتی. ولی اون یکی نه ها؟ چون راستشون یکی داره چونه میزنه با من. پاشو ببینم. یالا شنیدی میگن حلال زاده به داییش میره. خدا رو شکر تو هیچ ربطی به داییت نداری. ببینم شما اولین بار میای کیش؟ یس. ولی بد شد خورد وسط این ماجراها. چه ماجرایی؟ این مرگومی رو این برنامه ها دیگه. آخ آره حالگیریه. نگران نباش، یه برنامه ریختم قشنگی هم دنبالت. میریم دو نفر دوچرخه سواری کنار ساحل. آره ببین من کار ندارم. الان که هوا گرمه، بذاریم یکم هوا خنک‌تر شه. یلدا میشه با دایت صحبت کنی؟ که چی؟ در مورد انتقال خالت به تهران. نمیفهمم چی میگی. میگم با دایت صحبت کن، راضیش کن خالتو نبرن تهران باشه. اصلا نمیفهمم تو چی میگی. من یه خاله بیشتر ندارم، اونم قبرسه. کیو نبرن تهران؟ جون روح خودتون دایت با هم. ببخشید باتریش نوعه ها. چی شد؟ نشد بنده دوزا خیلی شیر تو شیره. اصلا نمیفهمم این دختره چی داره میگه. عملا شوت میگم میخوای برم با یکی دختره صحبت کنم؟ نه بابا، این لقمه رو درست سر خودمون میچرخونیم. آها من برنامه‌مو به این بیخودیه گفتم انتقال دادن به شما؟ یا میخوای خرج کنی ببری تهران که چی بشه؟ خاک دیگه. تو خودت هم دیدی شیخ طاهر رو مردم خیلی دوست دارن بابای من اینجا دفن بشه. من میگم ببخش. خب من میگم همسرش هم بذاریم همینجا کنارش دفن بشه. کل هزینه‌هاش هم خودم تقبل میکنم. مرده این ثوابکار زود دفن میشه. شما مطلعی؟ نه مطلع نیستم، اما شنیدم انسان هر جا قسمتش باشه دفن میشه. یعنی یه نفر تو قطار بمیره تو قطار خاکش میکنن؟ نه دیگه، هر کسی میبرن شهر خودش. اینجا کسی نداره کی براش فاتحه بخونه. اونجا باز دخترش هست، دانشجوه، هفته یه بار میره بهش سر میزنه. این قشنگتره دیگه، انسانی تره. درست آقا؟ اینو یه سنباده بهش بده. دردت کرد. البته این نظر پارمیداست ها. خب منم میخوام تو نظر پارمیدا رو عوض کنی دیگه. خب این قابل مذاکره است. حله. برای دوکش میکنن. دختر سختی ها، خیلی شقره، ولی حلش میکنن. آخه برای شما خوب نیست مردم از کارتون سر در بیارن. اینو من آخر درست میزنم. ببین اینجوریه دیگه. قابل مذاکره است دیگه. بله. شل کن دیگه. باش شل قشنگ الان. بزن پشتمون. الان بزنم؟ تو فقط کافی زنگ بزن بیت خوری فعلا پروازاتو کنسل بکنی. اونا با هم صحبت میکنی، حلش میکنی. تا بین خودمون میمونه. ایول. حله.
حله. دست چک تو برده بیار. 3 ماهه بهت میدم. 30 میلیون نقد همین امروز. مرد حسابی من 30 میلیون تومان نقد از کجا بردارم بیام اینجا؟ صدا تو بیار پایین. نصفش نقد، نصفش چک روز. اینجوری خوبه؟ بچه گیر آوردی؟ خب چک روز هم پول نقد دیگه. حالا یه کارش میکنه. شماره‌شو بگیر. ببین من 30 تا نمیدم. میدی. عجب گوشیه. بعدش یه دست سر گوشیت میزن. فعلا حرفتو بزن. الو آقای بی خودی؟ سلام. سلام. چی شده؟ کی میریم دایی؟ خسته شدم. میخوای بریم خرید؟ خیلی خوب برو لباساتو بپوش. پارمیدارم بگو بیاد. پارمیدا کجایی پس؟ سلام. بابا اینقدر فکر کردم چیکار کنیم سرم ترکید. ببین من خیلی فکر کردم. گفتم چرا مادرتو ببریم تهران؟ ما که اونجا کسی رو نداریم. اینجا دیدی این بابا طاهر چقدر بهش عزت و احترام کرد؟ من با یه مطلع هم صحبت کردم. یارو میگفت مردی ثوابکار زود دفن میشه. مادر تو گل بود. چرا دیر دفنش کنیم ها؟ خاکم که با خاک فرقی نمیکنه. آقا من با این بی خودی با اجازه تو صحبت کردم. گفتم که پروازو کنسل کنیم ما مادرتو نمیبریم تهران. فکر خوبیه؟ فکر بکریه دیگه. ها یلدا ببین فکر خوبی نیست. من فکر کردم ما چرا مادر پارمیدا رو ببریم تهران. من براش میگم باشه حالا برو بذار من فکرمو بکنم. تو بهش میگی؟ باشه. خب ببینیم این جناب مظاهری جنت مکان کی پیدا میشه. اسمش مظاهریه دیگه. یلدا من پایینم ها. سلام. سلام. ببخشید یه لحظه. بفرمایید. برادرتون کجاست؟ نمیدونم امرتونه بفرمایید. من میخواستم ببینم که دایی احیانا در مورد محل دفن مادر من با شما حرفی زده. آخه نمیشناسینش میترسم بی اطلاع من یه وقت چیزی گفته باشه یه مطالبه‌ای کرده باشه. یعنی تو نمیدونی؟ چیو؟ دایتون 18 میلیون ازمون پول گرفته. برای چی؟ که مادرتو نبری تهران. چرا به اون پول دادین؟ اون کاره ای نیست اصلا من تصمیم گیرنده هستم. با دایی نیست بهش میگیم دایی. اون دایی یلداست. یلدا خواهر ناتنی من از پدر یکیم از مادر سوا. آرمیتا خانم. آرمیتا نه پارمیدا. من واقعا شرمندم. من پول شما رو پس میدم. باور کنید من اصلا از اولش بیشتر مایل بودم که مادرم تو جزیره دفن بشه. کسی ما نداریم تهران. امروز هم که رفتیم روستا پیش شیخ بیشتر به این کار راغب شدم. شما هم درست‌تر بود میومدی با خود من حرف میزدیم تا اینکه بریم با یلدا خانم قهوه بخوریم. چی میگفت؟ دیدی گفتم به دایی پول نده آقا بنداد. اون هیچ کار است. اون تصمیم گیرنده است. یه چیزایی من نسبت به فامیلیشون گفت که من سر در نیاوردم. فقط خلاصه بهت بگم طرف اصلا داییش نیست. الکی بهش میگن دایی. حالا نگران نباش. دختره گفت پولا رو پس میاره. خوب دختریه والا. چیکار حواست نیست واسه یه کار دیگه اومدیم اینجا؟ اصلا حواسم نبود. اومدیم جیب دایه رو پر کنیم. آره. لابد چه روزم بهش دادی. آره دیگه. این دایه شیطون درس میده. بابا اینقدر حرف زدم بهش گفتم مثلا بیا تو شرکت من استخدامت میکنم بیا چکای برگشته ما رو پاس کن. فقط الان باید جلو چکو بگیریم. دایی پارمیداست. الو فدات بشم پارمیدا. خوبی؟ مامانو میبرم تهران. نگو بابا. این چه حرفیه؟ ببریم تهران چیکارش کنیم؟ گناه داره به خدا. گناه داره. گناهی که اون مردم آدم ببره. چی داری میگی عزیزم قربونت برم؟ کی؟ من به بیخوری زنگ زدم گفتم مامانو میبرم تهران تمام. شما هم پول پس میدی. ای بابا. الو ببخشید خانم دیر تشریف آوردید. رستوران ساعت 3 تعطیل میشه. غذا نمیخوریم با اون آقایون کار.
واسه فرنش نمیتونم چیزی براتون تهیه کنم؟ نه غذا نمیخوریم، خیلی ممنون. سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ بفرمایید. ببخشید آقای بیتخوری، دایی یه ساعتیه که تلفن اتاقش رو جواب نمیده، ولی یلدا میگه دیده رفته تو اتاقش. خبری ازش دارین؟ من خودم رفتمش تو اتاق. حتما رفته دوری بزنه، موبایلشو بگیرین. موبایل نداره که. راست میگه، موبایل نداره. آخه آقا ایمان در جریانه. ما یه جر و بحثی با هم داشتیم. حالا نگرانیم که خدایی نکرده دایی بیماری قلبی داره، اصلا نباید عصبانی بشه. خبری ازش نداری؟ من چرا بردمش بانک، یه دونه چک داشت، چک رو نقد کرد، بعد رفتیم یه خورده گشتیم و اومدیم. البته یلدا خانم هم با ما بود. تشریف بیارین، الان پیداش می‌کنیم. تشریف بیار. با اجازه ببخش. چکر رو نقد کرده. پول خرید. آره. حتما سر همون پوله با داییش دعواش شده دیگه. اینم دختر خوبی ها. قیافش هم خوبه. فقط مثل اینکه تو حواست نیست. ما به خاطر یه کار دیگه اومدیم اینجا. آره. گفتی اسمش چی بود؟ دلگشا. آی دلگشاد. دلگشا. حالا گشاد یا گشا هر کی در آواز کرد فرق نمیکنه. شاید رفته باشن سونا. نه با پرسیدم اونجا هم نبود. نگران نباشین، ما اینجا. چی شد؟ جواب نمیده. ای بابا. باز کنم. باز کن دیگه آقا، کشتی ما رو. باز کن آقا. خیلی خوب، حالا دونه با یخچالو میگردی؟ بکره نوشابه نیستش. لباساش هم نیست. بله، چکات کرده. اتاق تخلیه است. شما که الان پایین گفتین اتاق تصفیه نشده که. چکات در فراری کرده. از این مورد خیلی زیاد داشتیم. حالا شما از کجا میدونم از اون کارا کرده؟ آقا همین نیم ساعت پیش تماس گرفت میلی سرویسش دوباره شارژ بشه، ولی الان یخچال خالیه. بس رفته. نمیتونه از جزیره فرار کنه. ممنوع الخروجش میکنه. بکن آقا، بکن. شما قبول میکنید تمام هزینه‌اش پرداخت کنین؟ ولی من که مسئله اینه که تمام مدارک مسئله اینه که ایشون تمام پول ورداشته فرار کرده. ورداش کرده. حالا چیو؟ ای بابا. در حال پست من درست صحبت کنید. خانم باور کنید اصلا لازم نیست بلند صحبت کنین ها. آقا اصلا شما به چه حقی به مردم تهمت میزنید؟ آقای محترمی موضوع اصلا شما ربطی پیدا نمی‌کنید دارید دخالت می‌کنید. تهمت گناهه. آقا چی مگه بشه؟ چیکار می‌کنید؟ تصفیه می‌کنه یا نه؟ آقا برو من خودش کن، برو شما. من اون پولو به شما پس میدم، امانت در نظر بگیرین. خانم پارمیدو، من اصلا قصد جسارت نداشتم. منظور من اصلا این الان مسئله اینه که شناسنامه مادر من و تمام مدارک ترخیص جسد دست اونه. خب بریم فرودگاه. بریم. امروز چند شنبه است؟ سه شنبه. خب صبر کنید. اولین پرواز 8 شب، خیالتون راحت باشید. تا اون موقع دقیقاً 4 ساعت وقت است. فقط این وقت با کشتی نره. دقیقاً. ببینم دایی شما اینجور آدمی هست؟ چه جور آدمی؟ که با کشتی بره؟ بره. اتفاقاً آدمیه که در میره متاسف. به تو روحش. تشریف بیارین. تشریف بیارین. بفرمایید از همون طرف. ببین اسمش تو لیست مسافرهای آخرین کشتیمونه که حرکت کرده اینا. این نباید بره، میدونی که. میدونم زنگ زد، ولی موقعی که زنگ زد که این ممنوع الخروجه 10 دقیقه قبلش کشتی حرکت کرده. یه جوری برش کردن اینا، مدارک مهمی همراهش دارن. چه جوری برش کردن؟ میخوای بیسیم بزنن وسط دریا پیادهش کنن تو. زودتر باید خبر حالا چقدر راه تا بندر عباس؟ بندر عباس نمیره، میره چارک. یه ساعت هم راه. خب با قایق بریم دنبالش. این میشه. خب پس بریم دیگه. از شاهین به نوید دریا. از شاهین به نوید دریا. نوید دریا به گوشم. با کاپیتان صحبت. کاپیتان خسته نباشین. در جریان باشین. یه مسافر ممنوع خروج الان تو شناور شماست به اسم آقای دلگشاد. آقای دلگشاد. گشا. مثل همون آجیل مشکل گشا. آقای گشا چی کارش کنم؟ بندازش تو آب. اگه شل کنی بهت برسم. شله شما بیا. دور موتور 300 تا کم کنین. سکان 10 به راست. 10 به راست دور موتور 300 تا کم. عجله داریم ها. میرسونمه. بفرمایید. بیشتر 4 نفر ظرفیت نداره، نمیتونم بیشتر 4 نفر سوار کنم. ای بابا. خیلی خب پس بریم سریعتر بریم. آقا سیمک مدارک منو یادت نره، برگه ترخیص جسدو بگیری یا. باشه تو چی نشستی؟ منو خوب کردی؟ پاشو برو بیرون. پس شما هم پیاده شین. ای بابا من واسه من میخوام بیام. خطرناکه، پیاده شین بهتره. یه بار دیگه. تشریف بیارین شما یکیتون میتونید تشریف بیارین. من میام. کجا داری میری؟ من میرم دیگه. مگه نشنیدی گفت خطرناکه؟ این چه حرفیه با ببین خر خودت.
میرم آیاتیله رو زنده کنم. ببین آخه راستش من با اجازه بلند نشید. آقا بجون دیر شد. بجون. دست در نکن. فقط بجون. بفرمایید. ببخشید. روز که با تو بودا روز خوش زندگی روزای رفته همراه با افسردگی به قلب خستم انگار عاشق بودن گناهه یه روزگاری روم از این زندگی حالا بیقرارم تو که چشمت زارو نفرین به قلبت نشد یار بره بالا دستا حالا بیقرارم تو که چشمت زارو نفرین به قلبت نشد یار ماشاءالله به این دستا یه چیقه بلند مرسی ممنون تشکر. خب دوستان تو جمعمون امروز عزیزی رو داریم که یه آهنگ قشنگ بتونه برای ما بخونه ما بهش جایزه بدیم. ما آقا شما بفرمایید خواهش می‌کنم یه دست قشنگ به افتخارش بزنید. خدمت شما. خیلی خوش اومدین. سلام علیکم. سلام. خودتون رو برای دوستان معرفی کنید. دلگشا هستم. به افتخار آقای دلگشاد. نه گشا. خیلی خوش اومدید. خب برای ما چه آهنگی آماده کردیم برای خوندن؟ با عرض معذرت من چون چند روز پیش یکی از اقواممون متاسفانه فوت شدن ما عزادار هستیم. خیلی ممنونم. به افتخارشون اول یک کف مرتب بزنیم. ممنونم. خیلی ممنونم. اگه اجازه بدین من موسیقی نخونم. پس الان میخواین چیکار بکنید برای ما؟ هنری که میخواین میتونم یه شیرین کاری انجام بدم، مثلا یه کار شعبده بازی اگه دوست داشته باشید. به به شعبده بازی یه دست قشنگ بزنید افتخارشون. یه لحظه ببخشید یکی از دوستان داوطلب بشه بیاد اینجا. بله شما تشریف بیارید. خیلی خوش آمدید. مرسی ممنون. ببخشید شما کاغذی مدرکی چیزی همراهتون هست؟ من می‌خواستم اگه بشه تقدیم کنم یک شعبده بازیه. بله این بلیط هواپیماست؟ بله. کی؟ امشب از بندر عباس. برای همین خوبه. اینو لطفا برای من نگه دارید. خب دوستان توجه کنید. این یه شعبده بازیه. من این بلیط هواپیمای این خانمو جلوی چشمای شما به 4 قسمت تقسیم میکنم و بعد کاملا سالمش میکنم و به شکل اول برمیگردونم. توجه کنید. درست؟ خب حالا توجه کنید با دقت. الان پولش کجا؟ خانم اینجا نه. بذار اولیشون برن بعد شما. وقت زیاده. عجله نکن. بفرمایید. مراقب باشید. ببخشید اینو بده. اصلا نگران نباشین. فکر میکنم این شما زمینی نمیتونی برید. نه. این فکر کنم اینجا رطوبت هوا نمیذاره این بچسبه. یعنی چی نمیذاره این بچسبه؟ به جون مادرم همیشه میشده الان نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ من امشب پرواز داشتم باید میرفتم تهران. من درستش میگم. یه موسیقی شاد لطفاً بزنید. بگیر
این باید داره قلبه فشارت معمولا رو چنده؟ جیباش خالی 12 دکتر. آه یه از این قرص زرده بخور تا صبح خوب میشه. چشم. شما دخترشی؟ بله. نه من خواهرزاده‌ام. مواظبش باشی. مراقبت چی نه. از اون آقا بهش نده. فشارش بالاست. نخور دیگه. آقای دکتر ببخشید خلاص. میگم پولا از دستش رفته، فشارش رفته بالا. تو نگفتی نمیندازیش تو دریا و میمیره؟ نه مرده که کوسه چخش کرده. خواستنی هستی؟ دوست دارم. راضیم ازت. آقا راحت کجا؟ همه خواستنی ها. سلام علیکم. سلام. چطوری دایی؟ میبینم که آبگوش رو بغل کردی. هستم. چه خبر؟ چطوری؟ دایی شما بهتری؟ نه بابا تو بهتر. نمیاد گیز میزنیم در تو یه گیز میزنیم. این چه حرفیه؟ جونتو خودم میگیرم. با دخترت تیخی نکن حیوان. چشم. یه لحظه هم میام خدمت. اصغر آقا. ببخشید تو رو خدا اینه یه ذره دیگه. به خاطر ما گفتی نزنم؟ به هر حال ما همه عزادار هستیم دیگه. خب مردم دیگه هم اینجا هستن اومدن تفریح کنن. بابا اونا چه گناهی کردن؟ بگو کارشونو بکنن. باریکلا. یعنی اشکالی نداره؟ نه بگو بزنم. آقا مبتله. ابن نداره بگو بزن. پس بزن اصغر آقا بزن. بابا. آقا گفتیم بزنن ولی نه دیگه اینجوری ما عزاداریم زدن و نزدن اونا خیلی رفتی به عزاداری ما نداره. باور میکنی ما خودمونم احتیاج داریم؟ ها؟ نه تو که واقعا احتیاج داری. الان ولید کنن میرون وسط میرقص. فقط با تو میرقصم دایی. گفتم با من شوخی نکن. مردان شیخ طاهر میبینن یه چیزی رو دریا برق میاد. میرن جلو میبینن قایق اوناست. ولی خالی و خودشون نیست. فریدونه زنده است. شیخ بفهمه خوشحال میشه. آب بهش بده. اینا به فریدون آب میدن. بعدش هر کاری میکنن قایق روشن نمیشه. ببخشید. متوجه میشن که قایق بنزین تموم کرده. حالا بچه‌ها میگن احتمالاً اینا گم شدن تو این دریا. و بنزین نداشتن دیگه همین میشه. خب اینا بنزین تموم کردن برای چی رفتن بیرون از قایق؟ نمیدونم. اینو فقط این فریدون میدونه که اونم زبونشو نداره بگه. راستی تو زیاد میمدی کیش؟ من 2 هفته پیش اینجا بودم. اون تعطیلیه چی بود؟ 3 روزه وفات بود؟ آره وفات بود. تو میمدی اینجا بابای منو دیده بودی؟ من اصلا خبر نداشتم. هی گفتم بذار انتقالی بگیرم دانشگاه بیام پیش مامانم خیلی سرسخت مخالفت کرد. نمیدونستم ازدواج کرده. فکر کردم تنهاست. خیلی از این پسرای مرحوم مظاهری خوشم میاد. خوب کارشونو بلدن. خوب فعالیت میکنن. مظاهری نه طاهری. بعد هنوز معلوم نیست زنده باشه یا مرده که مرحوم میچسبونی بهش. یعنی از شوخیشون دلخور نیستی؟ نه بابا اصلا جوونه دیگه خامه. اشکال نداره دوستش داره. اینجا کجا دوچرخه اجاره میدن؟ همین جلوتر. دوچرخه میخوای؟ آره از این دوتایی. هی بابا دوچرخه سواری چیه؟ من خودم میبرمتون ون سواری کنار ساحل. چطوره؟ میشه من نیام؟ چرا؟ اول من برسیم این هتل میخوام ساعت. با کمال میل. این کار شرکتشون چی بود؟ شرکت بازرگانی بود. این واردات و صادرات و این چیزا. میدونم. میخوام من استخدام کنم. جون من. میگفت میخوام مدیر بخش
چی بود یلا؟ بابا تو هم بودی دیگه. مدیر بخش مطالبات معوقه. خوش به حاله. آره. بابا شماره‌شو بهم داده بود، گمش کردم. حالا ازش میگیرم. با اجازه. آره تو که نداری نه؟ دستت درد نکنه. بس که خودم بهش زنگ زدم ها. بابا بده دیگه. چش. عرقسوز شدم بعد. داغون. بله؟ نه چی. بیا. فقط اروی سینا پاهام رد شد. ارو شکمم رد نشیا. مطمئنی؟ آره بیا. با سرعت بیا. بیا. چی شد؟ خوبی؟ تو خیلی بامزه‌ای. بله آخه انشالله همسرشون هم پیدا شدن، قراره همینجا خاکشون کنن. بله خبر نداشتی؟ زن داشته اینجا، زندگی داشته، کجای کار اینجا ما؟ بله بلند شدیم بیان به همه اطلاع بدین، مخصوصا به مادر بزرگ. بیان اینجا هوا خوبم هست، سیاحتی میشه. خداحافظ پروانه خانم. منم این دادی تو پول از من پس میگیری. آی بیدخواری چی شد یه دفعه؟ بابای من، مامان پارمیدا، ازدواج. حالا من در جریان جزئیات ماجرا نیستم، خدا شاهده. فقط یهو عشق حال خانمان برانداخت دیگه. در جریانی که چون خودت حالا عاشق نشدی؟ من؟ آره. ببین بیدخواری جان یه سوال میخوام ازت بپرسم، صادقانه جوابم بده چون تجربت زیاده. شاکر شما. تو به عشق در یک نگاه معتقدی؟ آره بابا آره. اتفاقا تو وقتم صرفه جویی میشه یهو. کیه؟ بله. سلام. آره من الان کیشم. آره الان ایمانم اینجاست. چطور مگه؟ پروانه خانم اتفاقی افتاده توی شرکت؟ چی؟ نه گوش کنین. ببین پا نشین بیاین اینجا. پروانه خانم فهمیدین چی گفتم؟ پا نشین بیاین اینجا. بدبخت شده. چی شد آقا بنده؟ اگه کاری چیزیه بگی من در خدمت هستم ها. ایمان الان کجایی تو؟ کجا؟ دیدمت. دیگه بله سریع تشریف بیارید اینجا. چی شده؟ من میگم این همه ما رو میشناسن. اون وقت رفتی دوچرخه سواری؟ بابا دختر مردم حالش گرفته بود، عزادار بود، بردمش بیرون روحیه‌اش عوض شد. جون خودت. گوش کن تو به شرکت زنگ زدی؟ به کسی چیزی گفتی؟ نه. الان پروانه از شرکت زنگ زد. خب خبر داشت. بیا الان پشت خط از همه چی خبر داره. خب یعنی کی بهش گفته؟ چه میدونم. ببین اگه مادر بزرگ بفهمه دجال سکته کرده ها. نباید بذاریم بفهمه. راست میگی. اون وقت 2 تا غم بزرگ تو یه هفته غیر قابل تحمله. گوش کن الان زنگ میزنم احسان میگم ببرتش دماوند. نگران نباش. زود باش. اینا اینجا چی کار میکنه؟ سلام پاشین تقدیدامون اومدن. تسلیت بنده جو. نه اومدش شروع. بله. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. خوش آمدید. طاهری اینجا با زنگ گرفته. بله متاسفانه زنگ گرفته. اما آخرتون باشه. شما چه کارشونی؟ من برادر عروسم. خیلی خوش آمدید. ببین من خودم این دایره رو میکشم. قربون شما. سفرازمون کردیم. خیلی خوش آمدید. شما باید پروانه خانم باشید. بله با اجازه. خب خیلی عالی. پرواز خوب بود انشالله دیگه. عالی. هتل خوبه. این رد به همه چیش رد. حالا کی به شما گفته پدر ما فوت کرده این حرکت
تاجه. آها راست میگن، شاید اصلا نمرده باشن. پروانه مگه من به شما نگفتم که به اون شرکت کاری شرکت عقب میمونه؟ خودت هیچی، کل فامیلم به زحمت انداختی قردی اینجا. ای بابا چه حرفی آخه پسر خاله مهندس، من که فقط منشی شما دوتا نیستم، دختر خالتونم. فامیل به درد این وقتا بخوره. تازه می‌خواستم مام بزرگم پیدا کنم، هرچی زنگ زدم پیداش نکردم بیارم. پیدا نشد؟ نه. بله. بعدمی که من رفتم این بلیطا رو گرفتم واسه همه. برگشتم معلوم نکردم چون نمیدونستم پیکره. شوهر خالم که پیدا میشه. بفرمایید شما اگه دلت خواست اینا رو پولشو به من میدین چون فاکتورش هست، اگه هم نخواستی از حقوقم کم میکنید. هتلمون کجاست خیلی خسته ای؟ هتلتون؟ زنگ میزنه مایی بیت خوری بیاد اسکانشون بده. همینجا بس. خواهش بفرم پیاده شی. بفرم. اینجا جسسکی هم داره؟ خوبه؟ بله داره. بله اینجا عالیه. بفرم پایین. بفرم. خواهش میکنم بفرمایید تشریف بیارید. همچین به نظر نمیاد خیلی خوب، چه خوبی نم داره. شما که برای سیاحت نیومدی، برای همدردی اومدی. همون عزیزم برای همدردی چون اومدیم عزاداری و حالمون خوب نیست. یه اتاق رو به دریا می‌خوایم سرمون رو بذاریم رو بالش همجوری هایای گریه. داره اون امکانات هستش، بالش هم هست، همه چی هست. بفرمایید. ستاره‌اش توه. تشریف بیارید شما. اینجا میزنن. حالا این نزده دیگه، ببخشید. بفرمایید تو. بفرمایید. کس خریدین نزدیک نیست، اینا خونوادن شاید بله بخوام چیزی بخرن. حالا همه چی جفت جور میشه. شما تشریف بیارین تو. بفرمایید. خواهش می‌کنم. نمیکشه ولی برید. بفرمایید. ببخشید اگه در خور سلیقتون. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. تو کی شدم مات نگات، مات دو آهوی چشات. حالا من و تو با همی دور از غمای عالمی. ماهی ها و ریز سنگ تو این جزیره قشنگ. با ماهی ها و ریز سنگ تو این جزیره قشنگ. یعنی دستای تو آفتابیه، روزا قشنگ و آسمون آبیه. خورشید میاد نزدیک و شب دور میشه، هرچی خدا بخواد همون جور میشه. بریم. سلام. سلام علیکم. چطوری تو؟ سلام. نه چیه؟ فاکتور جتسکی و قایق آکواریومی. خب کرایه کردیم که باش بریم دنبال جسد آقای طاهری بگردیم. بریم با جتسکی و قایق آکواریومی دنبال جسد آقای طاهری بگردین. آره؟ خسته نباشی عمو جون، خسته نباشی. یه زحمتی بکشین. خب بریم این پول از مامان باباتون بگیرین. به سلامت. مامامون گفتن از عمو وناد و عمو ایمان بگیریم. بعد گفتم ما سوا جتسکی شدیم، اینا پولشون رو بدم. گفتن نه بگین دنبال جنازه بودیم. بده من. چقدر شده؟ ببین فقط دیگه از این به بعد بدون هماهنگی با ما نمیخواد کاری بکنی. آره عمو جون، اصلا نمیخواد دنبال جنازه آقای طاهری بگردیم باشه؟ حالا بلدین برگردین هتلتون؟ بله با تاکسی اومدیم، با تاکسی هم برمیگردیم. خب نمیخوایم پول تاکسی رو از عمو ونداد بگیرین ها؟ بده دیگه، میخوام بریم باهاش ساندویچ بخوریم. بکش پایین. عقبو بکش پایین. آقا باباتون پیدا شد. واقعا؟ جنازش پیدا. ببخشید من بدجوری گفتم اینا. آره. کجا پیدا شده؟ بالا گفتن یه جنازه تو سال جزیره هندورابی پیدا شده. هندورابی چقدر راهه است؟ از اینجا با قایق تندرو نزدیک 1.5 ساعت راهه. اونایی هم که دیدنش گفتن حدوداً 70 سالش قطعاً بابای شماست. الان باید اسای اتفاق بریم شناسایی کنیم که اگه خودش بود ورش داریم بیاریمش. راه بیفتیم دیگه. نه
شما باید لطف کنین یکیتون تشریف بیارین، چون این قایقا ظرفیت 5 داره. این مامورای متوفیات کیش هم با ما میان دیگه، جا نداریم. ما میریم ورش می‌داریم میاریمش. اوه فقط حواستون باشه به هیچ کدوم از این فامیلاتون خبر ندین. اینا میان اینجا شلوغش میکنن. فقط اونجا همه چی هماهنگ، نریم الاف بشین. من تماس گرفتم با خانم همه چیز اوکی شده است. شما جنازه رو شناسایی کنید و سریع برگردید. کجا؟ اینا همه میخوام یان اندرابی؟ من فقط به یلدا گفتم. آقا اینا رو باید دست به سرشون کنیم. ببین شیخ اینا رو ببینه همه رد بندشو صفر ببند. آقا من واقعا از همتون تشکر میکنم تشریف آوردید، خیلی لطف کردید، ولی واقعا خودتون میبینید هوا گرم، قایقم ظرفیت نداره. بفرمایید هتل استراحت بکنیم، ما خودمون تماس میگیریم خدمتتون. نه پسر خاله جون، ما هیچ کدوم برای استراحت نیومدیم، قربونت برم پایتیم. یه دونه قایق اضافه بگیر همه با هم میریم. آقا قایق خیلی گرون، بعدش هم به خدا اصلا لازم نیست شما بیان. بابا من و پروانه و یلدا یه دونه قایق میگیریم، پولش هم سیامک میده دیگه. سیامک غلط کرد. نه نفهم. صحبت کن آقا. چشم ببخشید. میخوام بدونم شما اصلا چیکاره این خانواده‌ای؟ تو برای چی میخوای ها؟ من اینجا چیکارم؟ ای خدا. اینجا ببینم ایمان، اونایی که تا حالا پروندی این یکی رو دیگه نمیذارم باشی اینجوری رفتار کنی. خانم شما از الان اخراجی به سلامت. چی اخراجی بابا؟ تو شرکت تمام زندگی من دست اینه. من گرممه، دارم از حال میرم، تکلیفمو معلوم کنین. اخراجم یعنی نه شما اصلا اخراج نیست، اتفاقا به خاطر حس همدردیتون پاداش هم میگیم. بندا جون تو همیشه طرف حقو میگیری، ممنونم. خب دمتون بریم. خانم آقا واقعا لازم نیست تشریف بیارین، این قایقم جان نداره، خودتون دارین میبینید. بین ما دو تا فقط یه نفرمون داره میره. پروانه خانم گفتش که قایق خودمون میگیریم میریم دیگه. آقا احترام خانم، لابد لازم نیست که بهتون میگیم نه یا دیگه. ای بابا عجب گیری افتادیم ما. شما انگار اومدی گردش. ما اومدیم گردش رو خجالت نمی‌کشی؟ بس امتحان بچه شما داشتی گردش؟ یه ذره احترام نگه دار آخه بچه. احترام شوهر کرد. تو حرف در همین تو بفهم. من اگه جای آقا باشم. آقا من خواهش میکنم بس نکنین دیگه، تمامش کنین. خب خواهش میکنم خواهش نکن. ما خریده به شماها احترام گذاشتیم. واقعا خرین واقعا. یک دقیقه دیگه همین بی احترامی رو تحمل نمیکنم و اینجا نمیمونم. ای بابا تمامش که پروانه جان ازت خواهش میکنم دیگه. امیر جان، آقا وحید خواهش میکنم، من عذرخواهی میکنم. خیلی بی‌انصافی. خیلی نامردین، خیلی. شما واقعا خرین که اومدین، شما هم خیلی نامرد. آقا دیر شد بریم دیگه. فقط شما یکی لطف کنین بریم به اتفاق پارمیدا خانم، بریم پیش شیخ طاهر اجازه دفن مادرش رو تو جزیره بگیریم. بریم دیگه. ایمان جان شما برو. گفت به اتفاق پارمیدا خانم. تو رو از پس این جونور من برمیام. تو نندازی تو آب دوباره. آقا خدا رحم کنه، شبیه لشکرکشی شد. سلام علیکم. سلام علیکم. چی شد بس چرا دیر کردی؟ جنازه پدر رو یعنی؟ خدا رو شکر پدر رو پیدا کردن، رفته هندورابی، رفتن بیارنش پاییزن. هندورابی اون بی معرفت چرا هندورابی رفته؟ اینی لابد جنازه نتونسته خودش بره تهران دیگه. اسماعیل تو تا گوسفند باید برای جلوی جنازه بیاری که چی سر ببریم و بعدش برای خورشت فردا مهمان اونا رو عمل. چی همینجور ول کرد رفت؟ چرا نگفتین جنازه مادرمو؟ میگیمش دیگه. حالا اگه شما اجازه بدید ما همسرش هم کنارش دفن بکنیم. چطور یعنی که اینا با هم بودن؟ بله دیگه با اجازت. الله اکبر، انا لله و انا الیه راجعون. عجب. ایشون هم دخترشون هستن. خوبه چون من وقت زنشو مصری؟ بله. میگم زن توه؟ نه ایشون دختر همون. خب بگیرش، خوبه که والله به خدا عمده خدا رفتن مردن تموم شد، تو همینه بگیر این به اون در خودم مقدتون میکنم به خدا کاری نداره. بله در، ولی حالا بعدم اجازه بدید راجع به در و اینا صحبت میکنیم. اسماعیل بله تو تعقیب میکنی باشه؟ چشم. گوسفند چیشه؟ چه میگه اسکت؟ ببخشید من برای میت مرد 2 تا گوسفند و برای زن 1 2 تا 3 تا 4 تا بمیره اون وقت شاید یه بوزا اینا. به هر حال قوانین خودشون دارن دیگه. در هر صورت اگر کس دیگه هم هست که میخواد بیاد اینجا دفن بشه، والله ما
قبرستان فراغی داری. جنازه قادری از اندرابی بیرون نمیره. فهمیدید؟ مامان جان یه دونه عکس از اون دیوونه هم بگیر. خانم بی خودی بیا. با بیتخوری هستن. بابا حالا به چی گیر میدی؟ این همون شیخ طاهر نیست؟ کدوم میگم بهت. شیخ قادر ایشون. چی شونه بابا؟ اون فقط شالش فرق داشت دیگه. مال اون آبی بود، مال این قرمزی. آقا جون اینا دو تا داش دو قلوان اصلا اختلاف شد سر همین قرمز و آبی. جون خودمونه حالا. اسکت! ولد کبیرش کیه؟ پسرش منم. بیا قیافت بیار جلو. بیا جلو. من نباید پسر قادری را بشناسم؟ نداره. ای بابا ما اومدیم اینجا دنبال جنازه طاهری. اینجا به باباتون میگفتن قادری. هر جام یه اسم. گوشت با منه. ما مثل تو تا برادر بودیم برایم. مثل تو تا رفیق. یک روح در دو بدن. اونجور بودیم ما با هم. 9 سال پیش من براش کارت ملی گرفتم. یادم آمد کارت بنزین هم براش گرفتم. همیشه می اومد پیشم. همین چند روز پیش اندرابی بود. اینجا که دیگه زن نداشت ها؟ اسکت. تو اهل هوایی 12 قدم برو عقب، یعنی 10 و 15. برو. 10 و 15 را کجا بردی؟ اخوی میگفت 9 و 15. قانون فیفا رو عوض کردی؟ قانون همونه ولی اینجا آفتاب دیرتر طلوع میکنه. برو. فرمان خانم باید. 1 2 3. ببخشید آقای شیخ من چند قدم باید برم شما 7 2 قدم بیا جلوتر. فریدون چه کارش کردی تو؟ دیروز بچه‌ها پیداش کردن اصلا ما رو گنده است. دیشب ما هم شام خوردیم. سیامک این فریدون کیه همه راجبش حرف زنن؟ خب ببینمش. میدمش مال خوده. چی رو میدمش مال خودش؟ همین علکیه سادگیه. فریدون مال اندرابی ما خودم سلامت بفرست شیخ. من فریدون رو به کسی میدم آخه. راست میگی؟ بله. ببینم میگه طاهری یا قادری؟ شب و روز میگه طاهری بی تربیت. راستی میگه؟ بابا الکی داره میگه. کجا میگه آخه؟ چی داری میگی؟ بابا یه بند داره میگه قادری. اصلا قادری زبونش نمیفته. بگه طاهری من تو را میکشم. آقا این فریدون رو ولش کن. شیخ طاهر گفته جنازه طاهری باید بره کیش. طاهری چی میگی؟ سبکسر قادری اگر ببرینش کیش من کیش رو سر شیخ طاهر خراب میکنم. باش فهمیدی؟ جنازه هم اینجا دفن میشه، مخارجش هم یعنی با من. چشم شما یه لحظه شما تشریف بیار. ببین تا یکی کشته نشده این ماجرا رو قبول کن بره بیکارش. این یارو دیوانه است، از حرف مرفش بند نمیگرده. بعدش من فامیل شما همه بفهمید. بله نگاه کنی یه ذره با منطقی باشین دیگه. بابا این آقای شیخ بالاخره یه آدم دنیا دیده، یعنی یه حرفی میزنن رو حساب کتاب دیگه. بله جنازه باباتم اصلا خوبیت نداره، هی از این ور به اون ور بگین. با تو رو خود مردم علافن گرم بگو باشه خلاص. کجا میخواین؟ نمیدونم والا. هر جور خودتون سلامت. باریکلا. جناب شیخ ما اطاعت هم میکنیم. اینجور شو. اسرافیل جنازه را تشییع میکنیم. از وقت یعنی تو تا گوسفند بکش. مگر من نگفتم که طاهری باید گیش دفن بشه و یعنی که گیش دفن میشه. تو چی کار میکنی تو؟ خب من که اونجا نبودم که. اینا اونجا بودن گفتن که شیخ قادر اجازه نداده جنازه رو ببینن. نه نداد میده. اندرابی را من روی سرش خراب میکنم. جناب شیخ فریدون آوردم خدمتتون. فریدونه عزیز من. فریدونه یا بیبی یا عزیزی فتیک فریدون منه. این اسمای جان منه. آقا جان خلاص هم میت نباید روی زمین مونه. اونجا همونجا خاکش کنید. والله اونم برادر منه. اونجا هم خاک ایرانه. سلام. ببخشید من خیلی شما رو معطل کردم شرمنده. خواهش میکنم. معرفی میکنم خانم تاج‌الدینی وکیل پدر، ایمان برادر من. بله من جا داره که همینجا به شما تسلیت بگم. خدا انشالله به شما صبر و شکیبایی بده. به هر حال مرگ واقعیتی است که به همه ما نزدیکه. درست اومدیم؟ بله همینجاست. بفهمید نشون بده. تلفنی عرض کردم
خدمتتون دیگه مرحوم پدر شما وام زیادی از بانک گرفته بودن برای این هتل. حالا دو راه داریم. اگر شما بخواید در واقع به ساخت این هتل ادامه بدین، من میتونم وامو به شرکت منتقل کنم. اگر که نه، سریعا باید ساختمون رو به بانک تحویل بدیم و تصویب کنیم. 15 طبقه است در 27000 متر بنا. بنای فوق العاده، شک نکنید. اگرم بخواید قرار با پیمانکار براتون ردیف میکنم دیگه، حل دیگه. راستی شما آقای ونداد وامتون رو تصفیه کردین دیگه نه؟ آره اون وامو که 2 سال پیش گرفته بودیم تصفیه شده. اگه تصفیه کردین میتونیم دیگه منتقل کنیم شرکتتون وامو. جالبه، مثل اینکه شما از همه چیز خانوادگی ما با خبری، نه؟ فقط خانم تاج‌الدینی شما نباید به ما میگفتین که پدرمون زنده است و داره اینجا زندگی میکنه. آخه این درسته؟ من واقعا دستور نداشتم اطلاع بدم به خدا. به حال اون موقعم ازدواج کرده بودن بعد از فوت مرحوم مادر شما. کمی حالت پدر تهران هم میومد؟ نه دیگه، از هم 9 سال پیش دیگه هیچ وقت نرفتن تهران. میخواستن بکشنش. ولی من یادمه که این شما بودین که خیلی اصرار داشتین که پدر من کشته شده. که دست از سرش بردارن دیگه. شایعه انداختیم کشته شده دیگه. کلی هم آگهی تسلیت تو روزنامه دادن. ببخشید این بهونه میگرفت. چرا خودتون پذیرایی نمی‌کنید؟ خدا بفرمایید. این بچه شما صبرتون نمی‌کنه بچه داشته باشه. محصول جدیده. نه دیگه همون پنجمی است. همینجا بازی کن. خب چه خبر پیش میاد؟ با آقایون طاهری رفتیم ساختمون هتل رو دیدیم. به نظر من که بنای خوبیه، موقعیت خیلی خوبی هم هست. حالا اگر خودشون دوست داشته باشن، من همین هفته میتونم قرار پیمانکار رو ترتیب بدم. حالا دیگه تصمیم با خودشون. به نظر منم اگه اونجا رو ادامه بدین خیلی خوب، چون مرحوم طاهری بنده خدا خیلی واسه اونجا زحمت کشید، خیلی هم دوست داشت اونجا استفاده بشه. بله الان میام خدمتتون. شما بفرمایید. خواهش می‌کنم. دست درد نکنین، بچه‌رم صدا بدم تو. فردی مامانی. آقای طاهری دقیقاً 11 سال پیش با رئیس سازمان زمین شهری شهرستان مهربان هست اختلاف پیدا کردن و بعد اونها نامردی کردن و خلاصه تله گذاشتن و دست شما درد نکنه و ایشونو درگیر خرید یه سری زمینای وقفی اطراف دماوند کردن. بعد به ایشون اتهام تصرف اموال عمومی زدن توی دادگاه و رفتن شهادت دروغ دادن تا جایی که کارو به جایی رسوندن که ایشون زندانی شن. 1 سال تمام طول کشید تا بنده تونستم پدر رو از زندون بیارم بیرون. اون سالا من و ایمان هیچ کدوممون ایران نبودیم. ولی خب شنیدیم که پدر زخمی شده و براشو بیمارستان کشیده و این حرفا. یا می‌خواستم بکشنش بدبختو، درسته؟ یه سری آدم که پاشون گیر بود واقعا نگران مدارکی بودن که ما قرار بود رو کنیم دیگه. یعنی در جریان این قضیه حتی آقای طاهری رو تهدید کردن، زخمی شد. اصلا در بود داغون شده بود میگم بنده خدا. شما ضبط می‌کنی؟ نه این سیامک من بعداً تماس میگیرم. بفرمایید شما. خلاصه صحنه سازی کردیم و من یه سری مستندات جور کردم و تاکید کردم که پدر کشته شده. من باور کردیم، یعنی همه باور کردن جز مادر. او هیچ وقت باور نکرد. همیشه میگفت پدرتون آدم زرنگیه، حتما رفته خودش رو یه جایی مخفی کرده. راستی شما میدونستی سیامک هم برادرتونه؟ همین سیامک چیز؟ بله همین سیامک خودمون. یه ذره البته شوخی میکنم. خب شاید بشه گفت شوخی هم نیست، چون این سیامک نوجوان که بود تو همون کوچه خیابون آواره بود، همینجوری میچرخید. پدر شما دستش گرفت، آورد بزرگش کرد، حتی به نام خودش برای شناسنامه گرفت. الان یه جوری میشه برادر شماست. به هر حال تبریک میگم. کسی آدم خوشحال نشده نره. کارت پردازه رو بدیم. این اضافه باره. الان میام یه لحظه ما جانین اضافه بار رو مدت میکنیم مبلغ آره بابا این چه حرفیه؟ 835,000 تومان. برو از آقا بندات بگیر. بجون بندات جان با شما کار. 835,000 تومان اضافه باره بچه‌ها. 835,000 تومان. اگه نیست میخواد من تقدیم نه بابا چه مگه چی خریدن اینا؟ جلوترم بده ممکنه بیشترم بشه. چی گرفتن آخه؟ نمیخواد قربونت من خودم حساب کنم. بفرمایید. پول هستا؟ نمیخواد شما دستتو بکنید جیبه. آدم میفرستی واسه من؟ پس آقای بیتخوری من مامانم رو به شما سپردم. خیالت راحت، من یه سنگ قبر درجه 1 هم براشون سفارش دادم. دیگه من سفارش نکنم. بله حتما من هر هفته خودم بهشون سر میزنم. سنگینه. داشتم بمونم ولی میگن که اینجا این هند میمونه. حالا یعنی چی؟ یعنی که خاکش گیرایی داره، یعنی مثلا یه جوریه که وقتی بری داره برمیگرد. ولی حالمون گرفت. اینا کجا باید پاس کنم؟ شما تشریف بیار آقا. مشخصه. بله. آره یه دوتا خوبشو به ما بدی. یه لحظه من بغل کی آقا؟ تو بغل منی؟ نه شما جاتون محفوظ. من بغل ایشونم. اینم خدمت شما آقای دلگشاد. دست درد. گشا. گشا. دم پنجره یه مال من. آره فقط نیفتی. نه
بغل هما که قولشو داده بودی برای من چیز. خدمت شما. خرج داره ها. ببخشید یه دونه بلیت بدین برای ایشون که کنار شیخ خانم باشه. چی میکشن از دست تو سیامک؟ دمتون نبینه. بفرما. من فهمید یا ایمان دور بغل هما بود که قول دادی برای من چیز؟ بله خودش اومد گرفت. فعلا دلفینه آخه بعد زود بریم ببینیمش. وای چقدر قشنگ شده. آره هتل پارمیده است دیگه. میتونی بیای؟ آره خوبه. واو عجب هتلی شده. یادش بخیر. خوش میگذره؟ ماریخ؟ آره دیگه ازدواج موفقه دیگه. به هر حال به پایم پیر بشی. برای تفریح اومدین کی؟ نه برای زایمان پروانه خانمه تو آب. با دلفینا. آره خیلی زیباست. یلدا خانم چی امروز میاد فردا میاد؟ یلدا. یلدا که اون ازدواج کرد. خبر نداری؟ هنوز گیر اونی؟ بدبخت. میدونین آخه شما خودتون ناراحت نکنین دخترای امروزی ان دیگه زیاد وفا ندارن. یارو خیلی پولدار بود شوهر کرد. واقعا خیلی پیگیر شما بود. شماره‌تو گم کرد با یکی دیگه ازدواج کرد. حرکت نکن. حالا حرفای خوب بزنین. ببینین یه اتاق به ما بدین که منظرش رو به آبی خلیج فارس باشه. رفته اصلا نیست. دلم میخواد چشای بچه همچوری آبی بشه. کجایی؟ بفهمید. خیلی ممنون. یالا. سلام. سلام آقای بابا چی بود اسمتون؟ بی خودی؟ نه بابا اختیار داره این خیلی هم آقایی. بفرمایید خواهش میکنم بشین. حالا شما خوبی آقا؟ چشم قربونت. هتل پارمیدا شده اسمش آره؟ بله دیگه به هر حال ایشون همسر آقا بندادن. خیلی خوبه. پسر خاله ما هم که زنزلی. حالشون چطور آقا بنده؟ خوبه همونجوری خشن جسور جلو هر روز میاد سر کار 8 صبح میاد. من اخراج شدم ها. خب خدا رو آره تو حسابای شرکت صندوقش مقدار پایین بالا شد انداختن پای من. نه بابا گفتن دزدی میشینه این حرفا رو میزنه. این که یه سوء تفاهم بود ولی کلا ما دنبال یه شغلی هستیم که دفعه ایشون باشه. خواهشاً اینجا دود رو نندازین چون بیخیال شو بابا. خب دیگه چه خبر؟ آخ حاجی طاهری خدا رحمتش کنه. چی شد بالاخره کی کشته بودش؟ کسی نکشته بودش دچار صحنه دریایی شد. ولی متاسفانه هنوز معلوم نشد که علتش چی بوده. تنها شاهد ماجرا عمو فریدونه که اونم نمیتونه حرف بزنه. آخه وای بیچاره لبا زبونش بند اومده. عمو فریدون ما کی بود؟ فریدون کی بود؟ شما فریدون یادتون نیست؟ نه یادم دیگه. خب دی که ناپدید شدن چه مزایایی داره؟ همه به هم نزدیک شدن و سر و سامون گرفتن. من نمیدونم چرا انسان وقتی میمیره اینقدر عزیز میشه. حالا اگر میفهمیدن ما زنده ایم کلی ما رو سرزنش میکردن که چرا توی این سن و سال با هم ازدواج کردیم. حالا اگه عمری بود چند سال بعد دوباره ناپدید میشیم. البته از این فریدون باید تشکر کنیم که حرفی نزد. فریدون متشکرم که ما رو لو ندادی. تو کی شدم مات نگات مات دعاهوی چشات حالا من و تو با همی دور از غمای عالمی ماهی ها و ریز سنگ تو این جزیره قشنگ با ماهی ها و ریز سنگ تو این جزیره
قشنگ و آسمون آبیه خورشید میاد نزدیک و شب دور میشه هرچی خدا بخواد